تا نشستیم برامون دستکش آورد، گفت دستکش نمیخوام. حالا که میخوایم شروع کنیم میگه منم دستکش میخوام. چی بود اسمش؟ دوریتوسش فقط کنار این منو میاد. برو بابا. بیمار کجاست؟ من خودم شدم. اول از این شروع کنم. مامان اینو رو سرت. آره اونو بذار سر من. آره بابا اینو بذار سر مامان. من بذار سر مامان نیستش که. خدا یکم. رفت دیگه. قشنگ بذار. فشار بده. آی عزیز من میگه نمیشه بذار غذامون رو بخوریم. من کلا میخوام. اون کلا از اون غذا نمیخوره. کجا بودی؟ کوینمون اینجا خب. لا 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 لا. کلا با یوتیوب ما. برای این بچه بیاریم. به هم جوزه باشه. الان قام میشه. بخور. سیر شدم. خب الهی شد. سیر شد. آره این خوبه. دقیقه بهش گفتم از این اضافه بیار. نمیدونم چقدر ولی پولشو گرفت. اصلا خیلی نادر موهام خیلی بد شده. بال. خیلی طاقه. عزیزم نصف ساندویچ نصف. نصف بزرگتر باشه. گوشت نبود مال ما. این مغازه فقط مرغ داره. اصلا نمیدونم کجا اومده. بابا اینو هم دو به مالم داشت. بابا خورد. اینو میزنی؟ من میخوام ایستم. داریم غذا میخوریم ما. گفتم یا نگفتم؟ بیتنه من دفعه بعد منوی 10 تا بالشو میگیرم. تو بالش خیلی خوشمزه است. دیگه دفعه بعدی وجود نداره. 4-5 بار اومدیم اینجا. اینا یکی بیاد واکنه داره اصرامون. بده من. بابا والا به خدا غذای بیرون. همین یه دونه ماهی میخوریم. شروع شد دوباره. چرا مردم اینقدر با غذای بیرون گارد دارن؟ کشریک میخوردید. بده من نوشابه تو بهت بگم. نوشابه آخر ویدیوه. خدا بشه. یادش هست. من نمیدونم قدر. چرا نبری؟ من دیگه با شما شریک نمیشم. چرا اون هر چی دارم برداشت نگاه میکنم. شما که گفتی من نمیخوام قربون اون چشات برم من. این سوسش هم خوشمزه است. تنده ولی. تنده.